بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت آخانه ها را میشود ماه دلم. من همیشه کودکم، آغوش تو جای من است. چقدر خوب از همی خواندن نی؟ کم کم پشتو بگو. سلامونه نی که هیلی میومنای زما پختانه دیر خوخیگی، خو افسوس چیز پشتو خبری نشم کولای. تاسو سره دیر مینه لرم، خوشحالی و بریالی اوسی او دیر تاسو سره دیر مینه لرم. صحیح شد. موقع پشتو صحیح نمیفهم. خب بازم چه خوب استعداد داری ولی کمرنگ شدی. خیر از گپ نیست، مشکل نیست. دوستا همیشه کوشش کنین که هر چقدر بالا بودین، من خو خاک پایتان هستم، من خودم در جمع بالاها نمیگیرم، اما از من به شما فقط یک گپ براتان میزنم دوستا. این همیشه یادتان باشه که هر چقدر بالا بودی، هر چقدر پیسه دار بودی، هر چقدر مشهور بودی، هر چقدر که میگم از او کده بالا هیچ چیزی نباشه، بازم شکسته باش. ای از ما به شما همت یک دوستانه یک گپ. اوکی؟ که هر چقدر بالا بودین کوشش کنین خود همیشه شکسته بگیرین، کوشش کنین به کل احترام داشته باشین، چرا که احترام چیزی است که شاید تو در پیسه، در مشهوریت، در هیچ چیز در قلب یک انسان جای نگیری، اما تو وقتی احترام کنی، وقتی به یک آدمی که ریسپکت میکنه تو دو چند از او ریسپکت کنی، واقعا او دیگه با هیچ چیزی او را خریده نمیتونی. فهمیدی؟ هر چقدر بالا بودین شکسته باشین. کل ما یک روز می بیاد شویم. خیر است اگه یکم تو ما را